28 روز با شکرگزاری. روز ششم مثل معجزه عمل می کند. اگر به کسب مهارتی مشغول هستی، هنری، علمی یا هر گونه مهارت دیگر، به آن بچسب و تا جایی که میتوانی در آن پیش برو. هر قدر میتوانی از خودت در آن زمینه مایه بگذار. با این حساب خواهی نخواهی آن را به حوزه اعجاز میکشانی. تام روبینز، متولد 1936، نویسنده. چطور میشه که یه آدمی در فقر کامل به دنیا اومده و دست خالی و بدون تحصیلات شروع میکنه، اون وقت رئیس جمهور یا فرد معروفی میشه یا امپراتوری بنا میکنه و یکی هم مثلا ثروتمندترین مرد جهان میشه؟ و چطوره که دو نفر شغلی مشابه برای خودشون دست و پا میکنن و با این همه یکی از اونها در کسب و کار خودش فراتر از موفق میشه، در حالی که کسب و کار اون یکی علیرغم تلاش‌هاش روند چندان خوبی نداره؟ خب در اینجا حلقه گم شده برای موفقیت شکرگزاریه. طبق قانون جذب، تو برای جذب موفقیت به سوی خودت باید شکرگزار باشی. بنابراین بدون شکرگزاری دستیابی به موفقیت همیشگی ناممکنه. برای ایجاد موفقیت یا وارد کردن موارد خوب به شغل و حرفت، از جمله فرصت‌های خوب، ارتقاء مقام، پول و ایده های ممتاز و الهام بخش، لازمه برای شغل یا کاری که داری شاکر باشی. هرچی بیشتر شکرگزاری کنی، نعمات بیشتری خواهی داشت که بابت اون هم باید باز شاکر باشی. به طور حتم تا حالا دستگیرت شده که برای ازدیاد هر چیزی در زندگیت باید خدا رو بابت نعماتی که داری شکر کنی. یعنی شکر نعمتت افزون کند. وقتی تو در مورد شغلت شاکر باشی، به طور خودکار تو کارت بیشتر مایه میذاری و با این عمل پول خودت رو زیاد میکنی و موفقیت به سمت تو بر میگرده. اگر خدا رو بابت شغلت شکر نکنی، به طور خودکار کمتر از خودت مایه میذاری و با این رفتار همون نعمتی هم که بناست به تو داده بشه و به سمتت بیاد کم میشه. در نتیجه تو هرگز از کار خودت خوشحال نیستی و چیزی بیشتر از اون چه داری اهدا نمی کنی که باعث میشه در شغل و حرفت رکود ایجاد بشه و سرانجام بدتر از بدتر میشه که به معنی از دست دادن شغلته. یادت باشه از کسانی که شکر نمی کنن، حتی اون نعمتی هم که دارن گرفته میشه. بارها گفتم به هر میزانی که در شکرگزاری مایه بذاری، متناسب با اون دریافت میکنی. یعنی مقدار نعمتی که دریافت میکنی از طریق میزان شکرگزاری تعیین میشه. اگر صاحب کسب و کاری هستی، ارزش کسب و کار تو طبق میزان شکرگزاریت کم و زیاد میشه و هرچی بیشتر برای کسب و کار، مشتریان و کارمندانت شکرگزار باشی، کسب و کار تو بیشتر رونق میگیره و بهتر میشه. کسی که از شکرگزاری دست بکشه و نگرانی رو جایگزین شکرگزاری کنه، کسب و کارش دچار رکود میشه. اگر تو پدر یا مادر هستی و وظیفت نگهداری از فرزندانت و رسیدگی به امور خونه، در این وضعیت به دنبال مواردی باش که بابت اونها خدا رو شکر کنی. این فرصت اغلب یک بار در طول عمرت به دست میاد. وقتی این دفعه شاکر باشی، حمایت، کمک و لحظات زیبا و شادی بیشتری رو جذب میکنی. تو باید عاشق کار خودت باشی، هر شغلی که باشه، و از بابت رفتن به سر کار هیجان زده باشی. همینطور نباید به کمتر قانع باشی. اگر در مورد شغل فعلیت چنین احساسی نداری یا شغل رویایی تو نیست، تنها راه برای رسیدن به شغل آرمانیت شاکر بودن بابت شغلیه که الان داری، نه گله‌مند بودن. برای شکرگزاری روز ششم، مجسم کن که رئیس نامرئی داری که وظیفش ثبت افکار و احساسات تو در مورد شغلته. مجسم کن هر جا بری این رئیس با دفترچه‌ای در دست به دنبالت میاد و هر بار که تو موردی قابل شکرگزاری برای شغلت به زبون بیاری، اونو یادداشت